آیا میدونید چگونه بالای ویدیو خود در یوتیوب تامنیل بگذاریم؟ پس اگر نمیدونستید بیایید ویدیو رو با هم تماشا نماییم تا گذاشتن تامنیل بالای ویدیو را بیاموزیم. سلام دوستان عزیز، امید جور صحتمند و سر حال باشید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، کانال یوتیوب آموزش تیوی را لایک، سابسکرایب و تنگ زنگوله را فشار کنید. بریم طرف آموزش. خب دوستان عزیز، در این قسمت ما نیاز به دو برنامه داریم که یک برنامه خود یوتیوب است که از قبل در موبایل ما نصب است و دیگه برنامه وایتیو استودیو که میتونیم از گوگل پلی دانلود کنیم. و در اینجا که میخوایم بالای ویدیو خود تامنیل بگذاریم، اول ویدیو رو از برنامه یوتیوب آپلود میکنیم و داخل خود چینل ما بعد وارد وایتیو استودیو میشیم. وارد وایتیو استودیو که شدیم، از اینجا ویدیو خود رو انتخاب میکنیم. هر ویدیویی که باشه ما آموزش فعال نمودن تکمیل فالوور این ویدیو رو انتخاب میکنم. بعدا بالای ادیت کلیک میکنم، بالای از این آپشن کلیک میکنم. بعد از اینکه بالای از این آپشن کلیک کردم، باز دوباره بالای از همون آپشن کلیک میکنم. بعد اینجا تصویر کوچکی سفارشی از اینجا میتوانیم تامنیل خود رو بارگذاری کنیم. بالای از این ویدیو اینجا انتخاب میکنیم میره. بعد اینجا تامنیل جور کردگی داریم از قبل. تامنیل رو میتوانیم در هر برنامه‌ای که ادیت میکنیم عکس از این چیزا میتوانیم جور کنیم. اینجا انتخاب میکنیم این بالای ویدیو ما گذاشته میشه و تمام تمام کلیک میکنیم و تامنیل ویدیو ما آپلود میشه برای یوتیوب. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بوده. برای حمایت از ما تکمیل سابسکرایب و کلیک زنگوله را فشار دهید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.